عرض ادب. عرفان فکری هستم، مدرس دوره‌های استقلال و بقا در طبیعت. تو این قسمت می‌خوایم با همدیگه یاد بگیریم که چطوری از بطری و مصرف آب یا حالا نوشابه‌ها استفاده کنیم برای اینکه باهاش نخ و طناب درست بکنیم. برای این کار فقط کافیه یک چاقوی خیلی کوچیک هم باشه، حتی کافیه، به علاوه یه بطری که حتی اگر بخشش هم وجود نداشته باشه باز هم با بطری حتی سوراخ هم میشه این کار رو انجام داد، یه بطری که سر یا ته نداشته باشه. بستگی به قطری که نیاز داریم برای طناب یا نخمون، میزان برشمون رو در نظر میگیریم و یه برش به این ترتیب میزنیم و شروع میکنیم برش رو به صورت فنری و مارپیچ ادامه دادن به سمت بالا. البته این رو هم بگم که برای اینکه کار با چاقوتون دقیق تر در بیاد، هرچی دستتون خوابیده تر باشه خط برشتون صافتر در میاد، به دلیل اینکه اگه عمودی بگیرید امکان در رفتن چاقو و کم و زیاد شدن قطر بیشتر میشه. پس به این ترتیب میریم جلو. خب ببینید به همین ترتیب ادامه دادم و یه حلقه ای از طناب رو به صورت نخ رو به صورت مرتب، بعد هر جا که خواستم قطعش میکنم و وقتی این رو باز کنید یک طنابی دارید که ببینید محکم هست، یعنی میشه خیلی کار رو باهاش انجام داد، حتی میشه دولایش کرد. تو قسمت های بعدی من بهتون میگم که چه کاربردهای مختلفی میتونه این طناب ما داشته باشه. خدا نگهدار.